خب یه چیزی که خیلی کامل مشخصه و همه میدونن اینه که فست وقتی شما میکنی بدن شما اجازه پیدا میکنه برای پاکسازی و مخصوصا دستگاه گوارش این وسط اجازه پیدا میکنه که خوش پاکسازی کنه. حالا معده یکی دیگهشه، روده یکی دیگهشه، کبد یکی دیگهشه. کلا یک زنگ تفریحی بدن میده. شما داری یه زنگ تفریحی به بدن میدی وقتی که فست میکنی. توی روده هم که پر از باکتریه و وقتی که شما فست میکنی روده یه ریسایکل میشه و میکروبای بد میمیرن. به نظر من که خیلی این قضیه کمک میکنه به پاکسازی روده. غذای خوب خوردن باز دوباره خیلی کمک میکنه به سالم موندن روده یا سالم شدن روده، ریپیر کردن خودش و مخصوصا سبزیجات تخمیری خیلی کمک میکنه به مایکروبیوم توی روده. و حتی من یه دونه ویدیو درست کردم به عنوانش هست به روده‌ات اعتماد کن که کامل توضیح دادم این غذایا رو که چه اتفاقاتی میفته وقتی که شما غذای بد میخوری یا غذای خوب میخوری، از هورمون‌ها چه اتفاقاتی میفته. کامل ویدیوش رو گذاشتم توی کانالم هستش.